در این مورد من میخواستم سوال کنم استاد که یعنی کفار عربی به کدام اشخاص گفته میشه و آیا همین فعلا امریکا که به اسرائیل تسلیحات نظامی کمک میکنه، پیسه کمک میکنه و اسرائیل در مقابل مسلمانان غزه، مسلمانان فلسطین جنگ میکنن، آیا تنها عساکر اسرائیل و کسایی که حاکمایی که در اسرائیل هستن تنها اینا کفار عربی حساب میشن یا همین امریکایی‌ها هم که مثلا در حکومت هستن و پیسه و تسلیحات نظامی برای اسرائیل کمک میکنن اینا هم در جمله کفار عربی حساب میشن؟ هر کافری که کافر دیگری رو در جنگ با مسلمان ها کمک بکنه کافر حربی محسوب میشه. پس در این نگاه استاد اگر مثلا امارات اسلامی اگر امریکا به زور مثلا داخل افغانستان آمده نکنه و به رضایت مثلا یک شرط بگذارن، مثلا بگه ما شما را به رسمیت میشناسیم، بعد ازش مثلا شما مقابل بگرام به ما تسلیم کنین، اگر مثلا امارات اسلامی کار کنه خب باز هم دیگه اینا همراه یک کفار عربی دوستی کردن و در بحث ولا و برا داخل میشنه. دقیقاً ببینید کسی باشه که دوستی به خاطر الله باشه و دشمنی هم به خاطر الله باشه. کمک با کفار یا دادن قسمتی از خاک اسلامی به کفار برای استفاده نظامی از آنجا بر علیه کشور اسلامی دیگر یا حتی کشور غیر اسلامی دیگری و ظلم و ستم، این ناجایز است، شرعاً جایز نیست. و این که والا آمریکا به رسمیت بشناسه یا اروپا به رسمیت بشناسه، من بارها گفتم الله متعال میگه که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا هیچ وقت از شما راضی نمیشن تا وقتی که یهودی و نصرانی نشوید. و هیچ مسلمانی ولایت یعنی سرپرستی، ولایت خاک اسلامی، کشور اسلامی و مسلمانان را به کفار نمیسپاره. این کار را امارت اسلامی بکنه یا امارت غیر اسلامی بکنه، اشرف غنی بکنه یا امیرالمومنین نبات الله آخوند بکنه، هر کسی بکنه، حکم واضح است، جایز نیست شرعاً. اگر استاد مثلا فرض میکنیم که امریکایی‌ها داخل افغانستان شدن و مثلا در بگرام جایگزین شدن، دیگه اینجا سکونت گرفتن، اینجا سر مسلمانان در افغانستان از جهاد فرض میشه به علیه از اینا یا نه استاد؟ طبعا وقتی که یعنی یک قسمتی از سرزمین اسلامی مورد اشغال قرار میگیره، بر مردمی که در آن سرزمین زندگی میکنن جهاد فرض عین است. وقتی که نفیر عام صادر میشود، کشور اسلامی مورد حمله قرار میگیرد، در اونجا والا اجازه پدر و مادر، اجازه نمیدونم فلان و علان و اینا شرط نیست. این دیگه وقت آلت اضطراری است. مثلا خدای نکرده یک دزدی وارد خانه شما بشه، آیا شما از پدرتون اجازه میگیرید که این دزد رو بیرون بکنم یا نکنم؟ نه خیر نیست. خب همین چیز. وقتی قسمتی از سرزمین اسلامی مورد اشغال قرار میگیره، دیگه انسان جهاد بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. درست است. استاد مثلا پاکستان فعلا مثلا کشور اسلامی است یا قطر یا عربستان که در این کشورها در پاکستان فعلا امریکا پایگاه نظامی داره، در قطر پایگاه نظامی داره، حاکمایی که در این کشورها هستن در روز آخرت از اینا سوال میشه که شما چرا مثلا برای امریکا پایگاه نظامی دادین، امروز از دست دوستی دادین، امروز دوستی کردین؟ ببینید پایگاه نظامی که در هر کشوری باشه فرق نمیکنه، هر کشوری که به کفار پایگاه نظامی بده و از اون پایگاه نظامی مسلمان ها مورد تجاوز، مورد قتل، مورد بمباران قرار بگیرن، هر کسی که این پایگاه رو داده و کمک میکنه و اجازه میده در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول است. دین ما با کسی مجامله نداره که والله فلانی حضرت فلان شخص مستثنا هست. نه، حکم الله واضح است برای همه کس. اینا رو در اینجا اگر مثلا مستقیم عالمایی که در این کشورها هستن صدای خود به ضد حکومت بلند کنن، خب حکومت ها اونا رو میبنده یا بندیشان میکنه، حتی این به سوی قصد به اونا میشه ترورشان میکنن، مثل شیخ خالد راشد که فعلا در عربستان 8 سال بندی بود و وقتی که حکمش خلاص شد 20 سال دیگه سر از اون باز قید کشیدن. اینا رو در اینجا علما چی به موضوع باید بگیرن؟ فقط دعا کنن یا اینکه صدای خودم بلند کنن به ضد حکومت ها؟ ببینید در طول تاریخ مثلا ما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه داریم، در مقابل بدعت ها، در مقابل گمراهی ها، در مقابل اعمال زشتی که در جامعه بود قیام کرد، دعوت کرد، نصیحت کرد، بردنش انداختن زندان، تا آخر عمرش هم در زندان بود و در زندان از دنیا رفت.
500-600 سال بعد از وفاتش همان کتاب هایی که نوشته شده بود چاپ شد. امروز مردم در هر مجلس که بشینید رجوع میکنن به فتاوای ابن تیمیه و در رد فرقه های گمراه رجوع میکنن به کتب ابن تیمیه. اینکه یک عالمی زندان شود به خاطر گفتن سخن حق، فکر نکنید که حق نابود می شود. حق هیچ وقت از بین نمی رود با کشته شدن. ببینید تاریخ رو ببینید، تاریخ مبارزات کشورها رو ببینید. مردم الجزایر 2 میلیون شهید دادن. افغانستان در مقابل روسا بیش از 1.5 میلیون شهید داد. مشکل امروز خیلی از کسانی که حتی از علمای ما، از علمای بزرگ ما، حالا جناب مولانا عبدالحمید یا غیر اینا که مردم فلسطین رو، مردم غزه رو ملامت میکنن، کسانی که از جریان جهاد مردم بوسنی یا بوسنیا یا بوسنی هرزگوین از اطلاع ندارند که در دهه 90 رخ داد، امروز قضیه فلسطین و غزه رو درک نمی کنند. یک ملتی مورد تجاوز قرار گرفت از طرف سربیا، کرواتیا، نمیدونم همه این کشورهای صلیبی که در اطراف بودن. سازمان ملل هم کمک کرد، آمریکا هم کمک کرد، اروپا هم کمک کرد. قتل عامی رو که در بوسنی به راه انداختن، تجاوزی که به زنهای مسلمان در اونجا شد، کشتاری که در اونجا شد، در غزه و در فلسطین مثل اون نشده. اما مردم بوسنی کی پیروز شدن؟ روزی که جهاد کردن، روزی که دست به سلاح بردن. متوجه شدید؟ بله استاد، تشکر استاد جان. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. این که یک عالمی بترسه و زنده از، ببینید ملتی که زندان نرفت، دعوتگراشون، علماشون، ملتی که علما اعدام نشدن، شکنجه نشدن، دعوتگرانشون سختی و مشکلات ندیدن، اون ملت هیچ وقت پیروز نمیشه. ولکم فی رسول الله اسوه، رسول الله برای ما الگو هست. در شعب ابی طالب معاصره اقتصادی شدن. من در برنامه چند هفته قبل مقایسه کردم وضعیت غزه رو با وضعیت شعب ابی طالب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. 3 سال کامل معاصره کامل، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه چیز. اذیت، شکنجه، آزار، قتل، بیرون کردن از شهر و دیار، چه ظلم‌هایی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشد. اما به اندازه یک سر سوزن از دعوتشون و از حق عقب نشینی نکردن و در آخر پیروزی نصیب مسلمان ها شد.